مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزر میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز در این ویدیو می‌خوام یه سری جزئیات جدید از آخرین وضعیت بازداشت امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو در ایران به شما بگیم. این تقریبا جزء محدود تصاویری هستش که از تتلو منتشر شده در لحظه‌ای که میخواستن تحویلش بدن به مقام‌های امنیتی ایرانی در مرز بازرگان و دیروز هم امیر تتلو بعد از اینکه از مرز بازرگان وارد ایران شد توسط مقام‌های امنیتی استان آذربایجان غربی که بلافاصله در بازداشت اطلاعات سپاه قرار گرفت و قرار شده که اطلاعات سپاه حالا اونجوری که خودشون هم اعلام کردن پرونده تتلو رو بررسی بکنن و دور از انتظار هم نیست. معمولا این تیپ پرونده ها رو اطلاعات سپاه بررسی میکنه. بعد از اون بلافاصله تتلو رو به تهران منتقل کردن و معمولا هم انتقال این نوع افراد زمینی انجام میشه و یه مسافت تقریبا 20 ساعته رو بعد زمینی تتلو رو اسکورت بکنن تا تهران که این اتفاق هم افتاد و بالاخره صبح امروز هم سری رسانه ها اخباری که ما دیروز اعلام کرده بودیم رو تایید کردن که قوه قضاییه استان آذربایجان غربی گفته که ما اینو تحویل دادیم به تهران و تا موقعی که طرف تحویل داده نشه نمیان خبر رو اعلام میکنن. و طبیعتا احتمالاً دیروز همون ساعت 1 و 2 انتقال رو که انجام دادن الان تازه رسیده تهران و قوه قضاییه هم تاییدش کرده. یه چند تا موضوع سوال رو مطرح بکنم که در طول این ویدیو بهش جواب بدیم. سوال پرتکراری که هستش اینه که بالاخره وضعیت تتلو چی میشه؟ آیا اعدامش میکنن یا که خیر؟ و اینکه آیا تتلو با یک نهاد یا سازمانی بسته که رفته ایران یا که خیر؟ و اینکه الان در حال حاضر تتلو کجاست و قراره که روند پروندهش به کجا برسه؟ سوالات دیگه هم هستش که اگر به ذهنم برسه در طول این ویدیو براتون جوابشو خواهم داد و یه لطفی هم بکنید حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید و اگر هم دوست داشتید زنگوله رو هم بزنید، یه لایک هم بکنید، جای دوری نمیره. چون میبینم که بعضی از خبرهایی که ما میدیم با 7-10 ساعت تأخیر بقیه رسانه‌ها تعریفش میکنن، یعنی اون چیزی که خودشون دوست دارن و از این خبر میدن و یه ذکر منبعی هم نمیکنن. به حال هدف این هستش که خبر رسانی صورت بگیره، ولی اگر میخواید هر چقدر سریعتر اخبار به دستتون برسه اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. اما اگه این تصویر رو نگاه بکنید قشنگ ترس رو در چهره تتلو میبینید. تتلو کاملا توی این موضوع قمار کرد و اعتماد کرد به حرف کسانی که به تتلو دنده داده بودن و این اطمینان خاطر رو داده بودن که تتلو برگرده ایران. هرچند گمان زنی های راننده تاکسی میگه که ماجرای بازگشت تتلو به ایران یا حالا آهنگی که یکی دیگه از این خواننده منتشر کرده به خاطر هستش که حواس مردم رو پرت بکنن به اختلاس واردات و دریافت ارز دولتی چای دبش که اختلاس خدا میلیاردی انجام داد و ما فراموش نخواهیم کرد این قضیه رو. اما اینکه بخوان مردم رو سرگرم بکنن که اون اختلاس گندش بالا نیاد، خبر اختلاس رو هم خودشون منتشر کردن، میتونستن رو بزنن یه ماه دیگه 2 ماه دیگه. از اونجایی که سابقه اون حکومت و سیستم خرابه ما نمیتونیم این قضیه رو تکذیب بکنیم و بگیم نه نیست، چون قبلا هم سابقه داشته از این کارها کردن و پلاسکو رو هم خودشون ریختوندن دیگه. حالا این که دیگه در مقابل پلاسکو چیز دیگه ای نیست. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه عده میگن خب چه بلایی سر تتلو میاد، اعدامش میکنن یا نمیکنن. تتلو ترکیب و میکسی است توماج صالحی و وحید خزاییه، یعنی تازه شدت و حدت اونا رو هم نداشته. وحید خزایی که کل و بالا پایین اون مملکت رو کشید به فحش خارمادر، به ادیان و مذاهب و افراد مختلف هم توهین کرد. از اون طرف توماج صالحی هم که تو اون مملکت بود تازه
کلی آهنگ انتقادی خوند، رپ اعتراضی خوند و کلی هم بهشون فحش داد. تازه هم بهشون گفت داداش ما کف ایرانی و میخوای ما رو بگیر و اینا. تتلو یه همچین پرونده سیاسی این تیپی نداشته. تازه پارسال و تو همین ماجرای زن زندگی آزادی به مهسا امینی هم فحش داد. یعنی در روند رودخونه اون حکومت حرکت کرد و خلاف جهت مسیر اون رودخونه نرفت. مثل وحید خزایی که اومد فحش گرفت بالا و پایین و نمیدونم بیت و میت و سپاه همه فحش داد. این هم فحش داد، میگه من رو مواد بودم. پس این قضیه ماست اند مالی و واقعا هم رو مواد بوده. آهنگای اعتراضی هم که این هم آدم خوندن. نهایت اگه تو ماجی سالی 1 سال داخل بود، تازه اوجش هم بود، این همه رسانه ازش حمایت کردن، تتلو مطمئن باشید 1-2 ماه هم تو نمیمونه و چون با پای خودش هم برگشته ایران شامل عفو میشه. حالا چند وقت دیگه هم میاد بیرون، نزدیک انتخابات هم هست و تتلو هم استاد بهره برداری های این تیپی و مفبری به حال از زمان خوندن آهنگ انرژی هسته‌ای تا آهنگ برای شهدا تا آهنگ برای تیم ملی و از اون طرف هم دیدار با ابی رئیسی و هیچ کسی به اندازه خود تتلو لابی نداره با این سیستم اصولگرای کسش. از قالیباف بگیر که براش آهنگ خون تا الان رئیس مجلس تا ابی رئیسی که رئیس جمهوره و اصلا دیدار کرده بوده. الان هم میگه که ابی جون موقعی که تو طرفدار نداشتی ما داشتیم، ما اومدیم کنارت، حالا نوبت توئه دیگه، بدن بست بونده چیزی. و این تفکرات خوتن سبزی فروش از توابع هامبورگ و عباس باتری ساز و این تیپی ها رو بندازید دور. یه مقداری امیر باشید، همین 206 هستن که نمیگیرن کار بگیرن اینا تیپی اونطوری، اینا مثل اونا فکر کنید. و من شنیدم که مثلا میگن آره این رفته و با یک فلانجا صحبت کرده که بره امریکا، یعنی پاسپورتشو بهش میدن که بره امریکا. ببینید معمولا موضوعات سیاسی رو میشه تحلیل کرد اما با قاطعیت نمیشه راجبشون صحبت کرد، چون انقدر سیاست پیچیدگی داره و میگن که سیاست پدر و مادر نداره دیگه. یه کسی با یه جای یه چیزی رو بسته که اگر تو بخوای بفهمی این بستنه چی بوده که دیگه اصلا اون سیاسی نیست، میشه خاله بازی. هر کسی میتونه بره سیاسی بشه. پس بنابراین موضوعات سیاسی رو یه جوری یه جای یه طوری میبندن که هیچ کسی روش با خبرش. بعد شما نگاه به حرکات تتلو در ترکیه بکنید در 48 ساعت آخر، قشنگ مشخصه که داره از یه جایی خط میگیره. بهش میگن برو فرودگاه، اگر فرودگاه به تو راه نداد برو نمیدونم نامه دیپورتی امضا کن، اگر نامه دیپورتی جواب نداد برو پلیس، اگر پلیس به جواب نداد برو سفارت، اگر سفارت به جواب نداد برو یعنی قشنگ همه ی راههای مختلف برای اینکه این برگردونه و با اطمینان خاطر برگرده وجود داشت. میدونید چرا من میگم این قضیه مشکوکه؟ چون تتلو یه نفر میخواست براش یه بلیت پرواز بگیره از ترکیه بره دبی، میخواست بره دبی کنسرت بذاره. میگه حاجی نمیشه من از یه کشور دیگه‌ای بیام برم به دبی که از آسمون ایران رد نشم ببخشید از آسمون ایران رد نشم که یه دفعه هواپیمای من نشونن. یعنی این آدم تا این حد ترس داشت که از هواپیما استفاده بکنه که از رو آسمون ایران رد نشه، فاز ریگی برداشته بود. بعد چی میشه که این آدم هی میخواد برگرده ایران، هی میخواد برگرده ایران، هی فشار این نشون میده که این آدم با یک جریان ارگانی یا سازمانی بسته. از اون طرف میگفتش که آقا سود این آدم برای اون سیستم چیه؟ همش سوده برای اون سیستم. اگه این آدم رو اعدام بکنه یا کار دیگه باشه انجام بده، منفوریت بین تینیجرها، به حال طرفداران تتلو آدم‌هایی هستن که از 10-12 سال به بالا هن و تو اون طیف وسیع تجمع طرفداراش بیشتر هستشون. ما تجمع سنی طرفداران اگه بخوایم در نظر بگیریم، طرفداران تتلو تجمعشون از 11 سال تا 16-17 سال به شدت زیاده به دلیل سبک موسیقی که داره. نمیخوام بگم که طرفداران تتلو آدم‌های مثلا چیپی هن، نه، سبک موسیقیشون هستش که این سن رو میطلبه و اگر این آدم رو بخوام بلای سرش برن، یک تنفر و یک حجمی از تنفر رو این افراد کم سن و سال با خودشون میارن تو دل جامعه و حکومت. پس اونا برای خودشون دشمن سازی داخلی نمیکنن. اما سود چیه؟
اگر با رأفت اسلامی مثل تریپ توماج به قول خودشون، حالا اونم بحثای خودشو داره، یا با مثل وحید خزایی بخوان رفتار بکنن، به حال برد داره برای اون سیستم، برد سیاسی داره، برد جامعه شناسی داره و اینکه موضوعات مختلف. از اون طرف میگن خب چرا با میلاد حاتمی این کارو نکردن؟ میلاد حاتمی موضوعش با امیر تتلو فرق میکنه. میلاد حاتمی رو ازش به عنوان یک شاخ مجازی که از مجازی برای تبلیغ نمیدونم قمار و سایت‌های کلاهبرداری و چیزای دیگه استفاده کرده بود میشناسن، اما امیر تتلو به هر حال یک جایگاه آرتیست گونه در بین جامعه داره و این جامعه آرتیست گونه، این نگاه و این نوع لول آرتیست گونه که تتلو داره، خب طبیعتا یک پوینت مثبت هم برای این آدم هست و واکنش‌های این تیپی رو خواهد داشت. چیزی که من شنیدم در حال حاضر تتلو در بازداشتگاه انفرادی به سر میبره و قراره که اطلاعات سپاه تهران به پرونده تتلو رسیدگی بکنه و معمولا وقتی اطلاعات سپاه پرونده رو بررسی میکنه که حالا تو این تیپ پرونده هم قاضی صلواتی یا یعنی قاضی صلواتی هم عجیب غریب حکم میده دیگه، یعنی زیر اعدام نمیده، ولی احتمال زیاد اگر این پرونده رو به قاضی صلواتی ندن، پرونده تتلو رو، شما 100% بدونید که تتلو لابی زده رفته ایران. اگه پرونده رو بدم به قاضی صلواتی میشه 50-50، خب بازم 100% نمیشه چون ممکنه بدنم به اون، ولی اگه پرونده نرفت زیر دست قاضی صلواتی شما بدونید 100% امیر تتلو با لابی رفته توی ایران. تاریخ این ویدیو هست و ویدیو ضبط شده. خدا رو شکر ما هر چیزی هم که میگیم بعدش به اثبات خواهد رسید، وگرنه تتلو در حال حاضر میتونست یه زندگی نرمال داشته باشه، بره تو دل البته شکایت زیادی هم ازش شده بود. معمولا وقتی اطلاعات سپاه پرونده ها رو بررسی میکنه، خصوصا در پرونده امیر تتلو، اصطلاحاً سازمان 2 الف میاد وسط. حالا این اصطلاحات رو از اصل دارم میگم که به حال یه مقداری هم آشنا بشید با این واژه‌های اطلاعاتی یا این اصطلاحات رسانه‌ای. اگه یه جایی بهتون گفتن 2 الف یا اگه از این واژه‌ها براتون استفاده کردن، بدونید که داستان از چه قرار هست. 2 الف میگن اداره اطلاعات، 2 تا الف هم داره اداره اطلاعات که البته بهش واژه هم میگن در ادبیات روزمره، اما به 2 الف معروف هستش و بند 209 زندان اوین، بند 240 زندان اوین و چندین تا بند هستش که هم در اختیار وزارت اطلاعات و هم در اختیار اطلاعات سپاه. در پرونده تتلو شما مطمئن باشید وقتی اطلاعات سپاه اینو بگیره، در چند روز آینده شامل شاهد اعترافات اجباری و شاهد مصاحبه‌هایشون هستیم. حالا ممکنه که اون رضوانی رو بردارن ببرن اونجا به عنوان کسی که حالا به عنوان خبرنگار بازجو هستش باش مصاحبه بگیره و بعد از پرونده این آدم که توسط اطلاعات سپاه بررسی شد، حالا مونده دیگه اعترافاتی که بخوان ازش بگیرن در خصوص نمیدونم سایت‌های قمار و شرط بندی و نمیدونم. البته ببینید من فکر میکنم که مثل وحید خزایی که مصاحبه ازش بیرون نیومد و امان نامه گرفت برگشت، فکر میکنم که یه مقداری با ملایمت بیشتری با تتلو برخورد بکنن، چون عموما وقتی شما لابی بکنی برگردی ایران، سعی نمیکنن که موضوعاتتو زیاد رسانه‌ای بکنن که بود جامعه‌ای داشته باشه که اگر بخوان تو رو آزادت بکنن جامعه و رسانه ها فشار بیارن به این افراد و بگن که حالا یه حکم سنگین‌تری براشون بریده بشه. اما بعد از اطلاعات سپاه اداره اطلاعات یا همون 2 الف میاد وسط، اون هم بازجویی‌اش انجام میده و بعد از اون پرونده هایی که اصطلاحاً توی پلیس فتا و جاهای مختلف برای تتلو تشکیل شده میاد بالا. تتلو اون چنان باید و شاید شاکی خصوصی در داخل ایران نداره، یعنی کسی جرئت نمیکنه ازش بره شکایت بکنه. حالا مثلا برن به چه جرمی ازش شکایت بکنن؟ حالا خارج از ایران یه مقداری شرایط آزار و اذیت و این تیپیا هست که میتونن اینو حالا مطرح بکنن تو دادگاه‌های ترکیه یا دادگاه‌های اروپا. داخل ایران بیشتر فکر میکنم که
بحث عمومیت این جرم هستش و آهنگ هایی که تتلو خونده بوده به حال با توجه به اینکه فعالیت هم نمیتونسته تا تو فضای اینستاگرام داشته باشه، اون کسانی که حالا میتونست ازش دفاع بکنن میتونن بگن که آقا مثلا این چندین سال گذشته روی مواد بوده، الان توبه کرده و اصطلاحاً یه توبه نامه هم امضا بکنه. تا حالا تتلو 200 توبه نامه امضا کرده و قبلا توی که از ویدیوهام هم گفته بودم که نقش یک رپر و اینکه مدیر برنامه‌هاش توی این موضوع بسیار پررنگ. من دیروز داشتم پیج مدیر برنامه‌های اون رپر رو هم نگاه می‌کردم. رپر جالبه که توی یکی از این گروه هاست، میاد خارج از کشور آهنگ میکنه، داخل ایران هم هستش، قشنگ رفت و آمد هم میکنه، انگار که نه انگار مثلا موسیقی زیرزمینی تو ایران ممنوع. میدونید دیگه تو ایران یه قانونی وجود داره و اون هم این هستش که هیچ قانونی وجود نداره. قانون واسه یه عده قانونه، واسه یه عده استفاده ابزاری برای رسیدن به اهدافشون. اگه شما کسی رو نداشته باشی، با یه جریان ارگانی نبسته باشی، میگیرن میبرن میکنن توی گونی و چیزهای مختلف، مثل یکی دو تا از این خواننده های اعتراضی رپ که حالا یکیشون هم توی کرمانشاه بود اگه اشتباه نکنم، یاسین و چند تای دیگه، هیچکیو نداشتن، الان داخلن، نمیدونم اعدام‌های مصنوعی میشن، چیزهای مختلف. اگه شما لابی داشته باشی و رپ بخونی و هر کار دیگه‌ای که بخوای بکنی، تازه میتونی بری خارج از کشور کنسرتاتو برگزار بکنی، موسیقی اعتراضی هم بخونی، توی ایران اجازه بدن بیزینس و فعالیت اقتصادی هم بکنی. چون بعضی از این افرادو میدونید که یه دهنی ازشون سرویس میکنن که حتی نمیتونن توی ایران فعالیت اقتصادی انجام بدن. طرف به عنوان یک عضو گروه رپ میره تو خارج از کشور، میاد تازه تو ایران هم رستوران هم داره. خب بعد ما بهشون میگیم رپر حکومتی، بهشون بر میخوره. اگه تو رپر حکومتی نیستی، عمه من رپر حکومتیه، چرا بقیه رپرها نمیتونن فعالیت بکنن؟ به خاطر اینکه این افراد امتیازها و باج‌های لازم یا در زمانهای مشخص و معین سرگرمی‌های لازم رو برای مردم تأمین میکنن که مردم حواسشون به جاهای دیگه و کارهای دیگه گرم بشه. الان بهترین آپشن هم برای این افراد این هستش که از ابزار تتلو برای انتخابات و چیزهای مختلف استفاده بکنن و هیچ وقت نمیتونیم فراموش بکنیم نقش امیر تتلو رو در تخریب مهسا امینی به عنوان الگو و نماد زن، زندگی، آزادی. و البته اگر نگاهی به فعالیت یک سال گذشته تتلو در اوج فعالیت‌های سیاسی داشته باشید، میبینید که امیر تتلو ببخشید من میخواستم خودم رو کنترل کنم سرفه نکنم این ویدیو تموم بشه، نمیشد. عجب، معذرت میخوام. اگر نگاهی به فعالیت تتلو در طول این یک سال و نیم گذشته هم داشته باشید، بعد از ماجرای کشتن مهسا امینی عملا میبینید که فعالیت سیاسی آنچنانی انجام نداده. درسته در موزیکاش اومده یه سری حرفا رو زده، میتونی بیاد بگی که من یک آدمی بودم که سعی کردم که اعتراض خودم رو در قالب یک موزیک انجام بدم و بعد از اون هم به حال یک محکومیت خاصی داره دیگه، میتونه بره اون دوره محکومیتش رو بگذرونه. اونم با لابیایی که این افراد دارن به حال میگن که تتلو اگر آزاد بشه میتونه برای جامعه مفید باشه. اما شما یه نگاهی به این یک سال و نیم گذشته تتلو بندازید، متوجه میشید که تتلو احتمالاً با پلن و برنامه قبلی داره میره ایران. و جالبه که ضربات سنگینی هم به یه سری برنامه‌گذار خارج از کشور زد. من آخرین خبری هم که داشتم، الان در حال حاضر یک بدهی 400 خورده هزار دلاری رو دست این افراد با گذاشته و رفته ایران. اینو هم باید بررسی بکنم. این کسی که حرف از کارما میزنه، حرف از مرام و معرفت میزنه، آقا تتلیتی، خانمای تتلیتی، نگاه بکنید به این کارهایی که کرده. الان ضرر این آدم ها رو کی میده که برنامه گذاشتن؟ نمیدونم برای این آدم سالن اجاره کردن، 1 سال پول ویلای این آدم رو بهش دادن، مفت بشینه توش، مفت دیگه، آهنگ کنسرت که نذاشته دیگه، پس میشه مفت. پول ویلای خودش رو دادن، پول ویلای بندش هم دادن، ماشینش هم براش خریدن، اون همه وسیله هم براش خریدن، چون برای اون پول زحمتی نکشیده. الان خیلی شیک و مجلسی برداشته رفته ایران
یه بیلاخ ریزم داده به این افراد، گفته برید هر کاری دلتون میخواد. الان دیگه کسی دستش نمیرسه به تتلو که. کی الان دستش، کجا الان دستشون میرسه به تتلو که بخوان از تتلو پولشون رو بگیرن یا کارا رو انجام بدن؟ پس این میشه بیمرامی و بیمعرفتی یه آدم که ول کرده رفته و اصلا براش پول مردم مهم نیست. اینا هم بگم و من خودم هم ناراحتم از این که مثلا دارم اینا رو میگم. به حال تتلو رفیق ما بوده یه زمانی، رفاقتی هم البته بخوام بیام راجبش صحبت بکنم، اما لطفاً و خواهشاً یه مقداری با این قضای‌ها عاقلانه برخورد بکنید و بدونید که تتلو آدمی نیست که آب بره زیرش و اصطلاحاً بخواد یه فعالیت این تیپی انجام بده. حالا یه 2 روز دیگه هم منتظر باشید سخنگوی قوه قضاییه 4 تا مقام‌های سیاسی و اجتماعی میان جلوی دوربین میگن که بله ما با شدت و حدت به پرونده تتلو بررسی خواهیم کرد، هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و کاملا با این قضیه قانونی برخورد خواهیم کرد و نگران نباشید. از این حرفایی که بخوان جامعه رو به سمت دیگه بکشونن، پشتم لابیای خودشون رو میکنن و میره کنار. خبرهای بیشتری دارم از تتلو، ولی تا تایید نشه این خبرها نمیتونم اعلامشون بکنم و منتظرم که در ساعت آینده این خبر رو برام تاییدیش بیاد که تتلو اصلا به کجا الان منتقل شده، به کدوم بازداشتگاه منتقل شده و قراره که چه اتفاقی بیفته. قطعا تتلو در حال حاضر در انفرادی به سر خواهد برد، در حداقل به مدت 1-2 هفته در انفرادی نگرش میدارن تتلو رو و وکیل حالا بهش نمیدن که بخواد راه در روی قانونی داشته باشه و اون حالا اگه لابی هم کرده باشه باز همین هست، چون میخوان ازش حسابی نقطه ضعف بگیرن که بتونن در مواقع خاص ازش استفاده بکنن و بعد از اون این آدم رو میبرن و کارای لابیشو انجام دادن. یه دم میگن لابی یعنی چی؟ ترجمه لابی هم بگم، خدایا من لابی هم باید ترجمه بکنم. عموما توی هتل‌ها یه پایین یه جایی هست میرن میشینن، حالا بهش میگن لابی، همون پایین هتل و اینا، که معمولا قرارهای مهم رو که مثلا معمولا حالا خیلی نمیخوان کسی بدونه میرن توی لابی‌های هتل انجام میدن. مثلا میخوان دیل بکنن، به یه توافقی برسن. خودمونیش بگم، مثلا مربی میخواد بره با یه بازیکنی به توافق برسه یا عوامل باشگاه میخوان با یه بازیکن به توافق برسن یا فلان مدیر برنامه خواننده میخواد با یه شخصی به توافق برسه یا فلان کارخونه میخواد با فلان کارخونه دیل بکنه یا مثلا میخوان یه توافقی انجام بدن، میرن مثلا توی اون لابی هتل میشینن و صحبت میکنن. در اصطلاح بهش میگن طرف داره لابی میکنه، یعنی داره میره میبنده از قبل یه جایی و در یک مکانی. اینو هم من بعد بهم توضیح بدم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. نظرتون هم برای من بنویسید، من کامنتاتون رو میخونم، بعضا برای من جالب و باحال میرسه. مرسی که تا این لحظه با ما همراه